بچه امروز ابزار درباره تویوتا والفار کانتر فرمت نیابیچنی برای اینکه میکروفون نداریم پروست به کامera گرفته استادیم رفتیم کمی چی ابزار کوتاه میشه برای شما نشون میدم. این باشد تویوتا والفار خیلی که میدونین سالش مدل 2011 ایشون میشه در دبی ژاپنیا چون مدل برختر میاد لیکن در تاجیکستان این همچون 2010 رستماش که شده است چون بیرکاش 2010 می باشد. یک بار ابزار کروگاوی میبینیم بعد چی میکنیم بعد подробно برای شما میگویم. رنگش رنگی مارون اصلش این تیون بارداوی میشه لیکن باقلاجان با زبان ما این رنگی باقلاجان گویم بیشتر توقی میآید. از بیرونش سر میکنیم دیسکوی لیتی دیسکوی 19 دویمی که در بسیارش نیست در این سه درش هر سه درش از ریموت یعنی از کلید کشاده میشود میبینیم. و داری باید فکر شده من داری این طرف منه در روی باز کردیم هم داری پشت задний багажник در بسیاری والفارها نیست است در این هست چون این از کلید باز میشد و هم با باتن میگن با این کنوپکه بسته میشد یا روست میشد. از بیرون باز چیزهای زیادتی این که در بسیار ماشین ها باید عدل چسبانه این оригинальный фирменный прицепнико چی میگن با زبان انگلیسی چی میگفتن وینچ. اینجا وینچش هم خودی رادنوی فیرمنی تیار است بکره کسی که میخوان اینجا چی هست. در پشتش هم در پیشش پارکترونیکا سنسر بیاد از پشت سر میکنیم از اینجا نموست. اینجا داخل ماشین راستی در بسیار ماشینه که به تاجیکستان اومدگی هست نیست این چیز парфирированная кожа кожаный салон сиденье полностью همش و هم چیزی که در بسیار ماشین ها کمبودی میکنه در اینجا پدگرف سیدنیا 4 تا پدگرف سیدنیا هم 2 تا سیدنیا اینجا سیدنیا پشت و هم 2 تا سیدنیا جلو یا سیدنیا درایور سیتس و پسنجری پیشی. در اینجا سیت ها یعنی مقعد ها یا سیدنی ها 2 تا هستند در دویم رد و هم سوم رد جمع می شود برای اینکه وقتی که جمع شد شما میتونید این رو به پیش بیارید این سیدنی ها رو و در پشت یکم بتوانید تکنیک یکم چی به جای برید غیر از پسنجرها ما گفتن ماند که با بسیاری ها اینجا باید 3 سیت باشد 3 سیدنی باشد معقول است چون پسنجر میکشونن اونها میخوان که بیشتر یعنی 8 کس 3 تا در پشت 3 پسنجر و 3 پسنجر در اینجا و 2 تا در پیش یعنی جمله 8 پسنجر باید جا شود. لیکن برای من خواستم برای من و بعضی انسان ها معقول است که در اینجا 2 تا باشد چون برای کسی رو در پشت گذراندن در اینجا گذراندن شما سیدنی رو هر دفعه پایین و بالا کردن لازم نیست. اینا با زیر کردن پایین میرن این میفرالد این نمیگن کافئین استولیک اینجا برای اینجا چیز مونده کافه چای یکون چیز مونده در اینجا نوشاکی ها مونده در اینجا افقاد یکون چیز مونده برای خوردنی پیش کسایی که در اینجا می نشینن. و هم در این ماشین با چی هست اینجا کپیتانسکه کرسله میبینیم اینجا برداشته میشد
کاپیتانسکا کریسل برای آرام برای دراز کشیده خواب رفتن یا پس کده در ماشین نشستن و هم شما میتونید این سیدن های عقب را مبین تر و غیر از اون که هم پشت میاد پیش عقب و هم کاپیتانسکا کریسل است شما میتونید باز از نشان میدم با برداشتن این یعنی این سیت را اون طرف یعنی کسی که در اینجا میشیند میخواد که در نزدیک در نه در اوستر نشیند میتوند این رو با اون طرف برد یا با این طرف بیارد این بود داخلی دوم ریادی ماشین در اینجا در بالا کلیمت کنترل عدل و هم شاشه بگن یا اکران نکریشه در کریشی ماشین عدل اکرانی فیرمین آلپین هست و هم در اینجا سیدینی ها با پشت هم ببینیم در پشت هم در اینجا الان اینو وقتی که پایان کردیم در اینجا هم در پشت هم در هر دو طرف چی هست کافئینی جای استکان میماندگی استکان نیک میگن اون هم هست در جلو چه که میبینید در پیش اکران مانیتور کلیمت کنترل ترخزون همش کار میکند چون این کسی که میدونن این ماشین ولفر همش پریکیت است ما خودمو دیده همش را خوب در وقت پریکیت که نگاه کردگی هستیم برای همین همش خوب کار میکند این هم تریپترونیک دارد چی ریچاک ها دریویان سالن полностью باز پوش ستارت توجیکای ما ستارت استاپ میگن این کنوپکا باتن پوش ستارت نام دارد اینجا مولتی رول و هم دریویان رول هست در اینجا در مبین باشد مانندی کول باکس پادلاکوتی میگن در اینجا میکشید هر چیز خواهید کلان است جا کرده میشود و هم در بین سیدینی پیش این پادستکانیک هست در پیش ماشین های یپونسکی برای چی من دوست میدارم چون همین خیلی چیزها رو بسیار دارد باید ببینیم من باید با یک کادر همین تمام سیام کارو ادا کنم برای همین امروز فرمتی که ما کمتر بیزیب شاید سیام کنم بیزیب شود خیلی همین خیلی که уже گفته بودیم ماشین کожаный салон чистая кожа парфюрированная с дырочками чун باید подогрев сидения در وقت نشستن سیدنی ها باید گرم شود اینجا خیلی که گفتم از پیش هم سیدنی پیش هم подогрев сидения الان باز заводить کنیم ماشین سرتیم mana подогрев сидений подогрев сидений mana in подогрев сидений ini driver ini şoför ini passenger جلویی پیش اینجا رازیوم هست 12 ولت برای 12 ولت میگن چیکادن و هم اینجا هم باز چی دارد مثل مانند برده‌چاک و اینجا برده‌چاک مانند همین ماشین ها و در اینجا هم برای یگان تلفن ماندن برای یک دکمنت ماندن جا هست و اینجا هم باز جا هست برای کلیت هست یگان چیز میمونه چی گفتی در اینجا مخصوص بطن یعنی کنوپکی که درها رو از باز کردن و گشادن من میکند برای اونکه چون بچه های مایده بازی نکنند در اینجا هست
و در اینجا همه کنوبکا ها ماشین پریکیتکه وقتی که پریکیتکه میکنن مثلا بعضیش جای آلیش میشد، مثلا در جای خودش چپ راست کار میکنن، کار راست چپ. در این باشه همش خوب است، ناز در جای خود گذاشتش است. این کنوبکای پارکینگ، این چی؟ اما کلیمات کنترلش، ایسی کلیمات کنترل، کاندیشنر همش خوب کار میکند. و اینجا هم باز یعنی بطن های کنوبکا های در این دری راست رو بسته میکنیم. من بسته شد و این باشد دری چپ را بسته میکنیم. خیلی که میبینید دوستان، حتی سلفان های ماشین برای اینجا های گفتن نشه باز کردیم. ماشین در اصل بسیار در سلفان است، برای همین مانندی گرچه که ماشین سال 2010 ماشین خیلی تازه و خیلی که میگم واگن ماشین پچکه هست. این بود دوستان، امروز باز پتک چشم نشان تیم بار پرابیگ این پرابیگ ماشین. این بود دوستان امروز ابزاری کوتاه درباره این تویوتا والفار. کسایی که نمیدونن تویوتا والفار مانند تویوتا الفارد است، همه چیزاش قریب که یک است. بعضی هم میگن که فرق دارد در مثلا راه گشتن یا بعضی یکون چی خدوای، لیکن به فکر من هر دوی بسیار چیزاش هم یک هست. ابیامی اینم 2.5 از 183 شده بیشتر و ویدش از الفارد تنها در فرش بعضی فرقیت ها دارد و فرقیت بسیارش همی که الفارد دست چپش می آید، یعنی ماشین های الفارد دست چپی ردنای هم می آید، لیکن والفار دست چپی ردنایش نیست، همش پریکیتکه شده می باشد. لیکن در وقت پریکیتکه کردن یا ماشین های پریکیتکه بیبار کردن اهمیت دید که دوستان باید پیچکه ها، کاندیشنر ها همش خوب کرده باشد و خوب کار کند. وزدوخ زبورنیکو همش در جاش مونده باشد. نکشته یک بار پیش ماشینم میکشودیم، پیش ماشینم یک بار نشان میدادیم. امروز بخشش چون سیامکه پروفسیونال نیست، خودم سیامکه کردم، باید در یک بار سیامکه کنیم. برای همینم سیامکه خیلی شاید بیزیب شود. من این موتورش تازه بعد از اومدن روغناش نف کردم، برای این در دهان کلیشکه کم اولیدگی با این هست، لیکن موتورها خشک همونجا توپ تازه 100% ماشین. در اینجا باقی میرسونیم تا ویدیوهای دیگر دوستان. مع السلامه.